تو فکر میکنی که سلیم شهید شده است؟ آیا همین خیل است؟ همه همین خیل میگویند. میگویند که سلیم جانش را فدا کرده است و گمانم پیش از آغاز عملیات از سبب جنجال کردنش این حادثه به سرش آمد. تو چی؟ حادثه های گذشته را دیده بودی؟ در سخن حق حاجت به قسم نیست. حق بودن سخن من وابسته به رفتن من می باشد. اگر به من یگان حادثه رخ دهد، سومن به تو امانت گفته بودی. برای همین به او خانه دار شدم. ترسیده بود، بی قوت و ضعیف بود. به نیکای خود را در آورده فکر کردم که بهترین راهی امانت را نگاه داشتن بود. شاید خطا کرده باشم، اما من خرسند شدم. میدونی برادر سلیمت درد خود را فهمانیده نمیتواند. عارف برادرم، دوست، من با سومن خانه‌دار شدم، اما عقل و هوش او همیشه در تو بود. حالا باشد برای از دست ندادن برادری من باید اینجا را ترک کرده میروم. بعد از عملیات من میروم. حقت را حلال کن. اکنون سومن امانتی توست. اصلا همه اش عیان است. همین خیل نیست من. چی خیل؟ چی عیان است؟ یک مرتبه وقتی که سلیم وفات کرد در ذمه عارف بودی و به او تکیه می‌کردی. بعد از ناپدید شدنشان با یکدیگر جنجال کردند. شاید یکدیگر را زیر مشت و لغت قرار دادند. و شاید با این کفایه نکرده سلیم را با سلاح پر را پس این کار را عارف کرده است. عاقبت کار باشد معلوم است. اما سلیم با زخم گرفته‌اش نگاه نکرده خودش را به بالای عارف برتافته است. به زمین افتیدند و بعد آنها را اولین کسی که دید تو بودی. بله، وقتی که آنها را دیدم سلیم در بالای عارف و به خونه آغشته بود. اگر گپی مرا گیری دوست و رفیق گفته از بعد این کار نگذار. دیروز تو صاحب شوهر بودی، امروز باشد تو حتما از به این کار شو. سومن با تو گپ دارم. سومن باید مصلحت کنیم. مصلحت کنیم؟ مرا دیده دانسته بچه ها تیله دادی عارف. مرا ناچار و ناتوان گذاشتی. چرا این کار را کردی؟ چرا؟ نباشد همش خوب میشد. خرسند و سعادت من میشدیم. یکدیگر را دوست میداشتیم. یک عمر یک جا با هم دیگر زندگی میکردیم.
عارف چرا این رو به من روا دیدی؟ سمن گوش کن به من. عارف تو مرا گوش کن. التجا میکنم بگو که من قاتل نیستم. بگو که من این کارو نکردم. گپ زن که من رو نکشتم. سمن گوش کن. من سمن با ادوکات‌هایت مصلحت کردم. صالح نازیه را برای گرفتن حق ندارد. مادر حالا وقت این کارها نیست. دعوای جدا شدنتان را میکنم. اگر لازم شود وکالت را به عهده خودم میگیرم. مادر آخر اکنون از بیمارخانه برآمدم. برای من باری زیادتی نآورید. به ضمن این قدر درد و الم باز دعوای جدا شوی رو از شوهرم طلب کنم. فرزندتان از دست رفت. آخر به هر حال مردی نبود. یگانه نسل آینده من از دست رفت. مادر نازیه دخترم. مادر آیا این کاری کرده‌ات به تو معقول است؟ چند مراتبه گفتم که در نزد نازیه این سخن‌ها رو نگویی. نه تو با این رحمدلیت این کار را با آخر رسانده نمیتوانی. حالا که وقتی عملی کردن این کار است. مادر اجازت میدهی داروهایم رو استعمال بکنم؟ استعمال کن. من خودم همه کار رو تخت میکنم. تو دخترم خواطر نشم. برادر من یک چیز رو نمیفهمم. آخر کی سلیم از پشت حمله نکرده بود؟ با کی عارف روبرو شده؟ بعد تیر خورد. تیری خورده یا تصادفی بود؟ آخر چه خیلی پیش رو میگیری؟ یگان گم نگفتم اکا. خود به خود فکر میکنم. فکر نکن برادر. ای رفیقم بس کنید. هرگز گمان نکن که اکی عارف رو پرانده است. ای خدر از خود نرو. کسی باشه نباشه برای من فرقش نیست. تو را در یک لحظه نیست نابود میکنم. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ برادران بس کنید. یکدیگر را نخواهیده فرو میبرید. به این همکارها خوب نیستند. گویا این کاری ساخته باشد. مرگ سلیم را به سر عارف زدند. برادران آخر این یک اشتباه بود. اگر تو این خیل باوری داشته باشی پس همین خیل می شود. برادر نباید دیگر خیل فکر کنید. آن چیزی که با چشمای خودتان دیدید این کار میکنید و به کاری نشده باور میکنید. چون که همتان دیهاتی هستید. ولتا آرام باش. ولتا اگر سردارم نمیشد تو را باب میکردم ابله. همتان در شبه هستید و از آشکار کردن میترسید. اصلا وقتی خاموشی توست شاهین. همه لطفاً جمع شوید. زودتر رفتید. فداییان، مدیرم اگر اجازت دید گفتنی دارم. فداییان، اگر نشنیده باشد خوبتر گوش کنید. باز میگویم یک شوید. یک اتفاق شوید. فهمو؟ وقتی که شما شیر میخوردید من در میدان جنگ
با دوستانم مبارزه می بردم. 10 همگراخانم را با دست خودم گراندم. از میدان ها همیشه دست و پا جمع می کردم. خبری شهادت رفیقانم را و پدران و مادران و زن و فرزندهای آنها می رساندم. یک برادر داشتیم. همیشه روحیه ما را بلند می برداشت. در کوه و پشته و میدانهای جنگ در بین تیر و طوفان چخیل زنده ماندن را به ما می آموزاند. هر وقتی که به مبارزه می رفتیم به ما چنین می گفت: شیران من، برای وحدت و یگانگی زندگی کردن این خودش در راه وحدت مردن است. شربت شهادت می دویدم، اما هم خودم را، هم خانه‌ام را و هم عائله‌ام را پریشان کردم. به این حال عاجزانه من نظر کنید. نه این پایهای معیوبم، نه این صندلی لعنتی، نه خانه سوختم و نه مرگ برادری سلیمم. این حادثه ها جان مرا با درد و عذاب نمی آورد مگر دیدن پراکندگی و به اتفاقی شما عزیزان. عارف را خوب پشتیبانی کنید. برادری او را با سلیم خوب به یاد آورید. با تمامی شبهه و سفسطه های دروغ را از بینتان دور کنید. خوش آمده دکا. چقدر بنزین بزن؟ باک رو پر کن. لبای گوش میکنم. فهمیدم. خوب. خودی حاضر می آیم. حبیب. لبای اینجا بیا.
گوش میکنم مدیرم. همه جمع شوند. مسئله فوری می باشد. در ظرف 5 دقیقه برای رفتن آماده شوند. اطاعت. من در حال همه را جمع میکنم مدیرم. یاریدیا سردارم سلاحتون. من همیشه با شمایم. نگران نباشید. تشکر برادر. رفیقان گوش کنید. شخص در نقطه سوزشواری ماشینش را آورده میماند. میگوید که بک را پر از بنزین کنید و پولش را نمیدهد و بعد سلاح را گرفته تیر پرانده تهدید میکند. امنیت در جای حادثه است. امنیت آنجا می باشد، اما خبرنگارها هم آنجا هستند. آن مرد گفته است که پول در جیبم هست. آخران پول برای نان فرزندانم می باشد. فدایان آماده باشه. اطاعت. صالح، رفیقان کار را حل می کنند. اگر خواهی تو به خانه رو از پای زندگیت شو. نه مدیر، من در سری وظیفه هم میستم. صالح، این مراتب گپی مرا گوش کن برادر. شاهین، این وظیفه به دوش توست. اطاعت مدیر. کنی زودتر شوید. خداوند مددگارتان باد. رفتیم بچه ها. برادر خیر چی کار کنم؟ کم بغلم گفتم برم. با ماشینم بنزین خریدن نمیتوانم گفتم خودم را کشم. باکی مرا پر از بنزین میکنید. فهمیدید؟ پر کنید، نباشد اینجا را آتش میزنم. اگر پر نکنید اینجا میسوزم. گوش کن برادر، گوش کن. اگر یکون درد داشته باشی با من گپ زن. در کیسم 20 لیره دارم. با فرزندهایم نان میبرم، شیر میبرم. بنزین ندارم که تا خانه روم. آیا با این پول باکی ماشین پر میشود؟ که راست میگویی، من تو را میفهمم. فرزندهایم در خانه منتظر نان میباشند. من آرام شده هر نمیتوانم. یک شهروند نظام و قانون را ویران کند، پس ما چکل ترتیبات را بجم. باکی من باید پول شود. خفا روید. اون کس مانع این کار نشود. خفا روید. همه به خفا یک خدمتون میشود. نپرانم. برادر کمی آرام باش. آرام باش. آرام نمیشود. آرام باش. من هرچی بگویی اجرا میکنم. چرا میسته؟ گوش کن. زرین، لطفاً حال نوارهای گرد اطراف را پیوست کن. از همه طرف دیدن خوب شده است. والتر، تو به جایی رو که با آن مرد نزدیک باشی. برادر آرام باش. شما آرام باش. هرچی بخوای من اجرا میکنم. فکر میکنم. پر میکنم. 54 تو من خود بزن. برادر را به دست گیر. یگان کار را به دست گیر. تنها باش. برانه. این بس را در کشاده بوده است. زنگوله کار نمی کند. بفرمایید، با شما کی در کار؟ شما آقای صالح؟ تبابت، نفقه، چه خیلی که میخواهید، حیات همین است. برای همه چیز کفایه میکند. تو کیستی که باز با من رشوه تکلیف میکنی ها؟ این تکلیفی مخصوص میباشد. این رشوه برای چیست؟ تو کیستی؟ از نزد خانم گلای آمدم. ادوکت او میباشم. میخواهد که
از خانم یاسمن جدا شوید. تنها برای جدا شدن اینقدر پول ها؟ در جزدان همش پول یورو بوده است. البته پولی از همه با قدر. کنی یک بار دیگر به درونش نظر کنم. از نگاه اول فهمیدم که انسان با فهم و با عقل می باشه. مرحمت. من گوگیر دارم. آرام شو میگویم. برادر آرام باش. در آنها را با آتش میدیم. انبار در بزنید. آرام باش. آتش میزنم. انبار همه تو خلط را اجرا میکنم. اجرا میکنم. باری تو با برای بمون. دیتا دیگ باشد هم تو فرمانی من را اجرا کن. اما کارت پختن است. آن مرد اول مدیر را میپراند. اول او را باید بخطر کرد. امری او را من عارف راست میگی. بیا من رفته برو گپ زنم. نیست تو همراهی من اینجا میمانی. خانم گل رو بگو که چنان بی پول مانده است که پولی ندارد. برای خودش ادوکات گیرد. برای او ادوکات نیست بگو. برای همین همه گپ را خودش قبلا با زبان خودش گفته بود. گوش کن جناب، مال و ثروت یافت می شود اما جان یافت نمی شود. تو به من یورو دادی اما جانی تو در دست من است. کنی گپ زن کدام اینها قیمتتر می باشند؟ گپ زن، مال یا اینکه جان؟ بگویم دختر من و همسر من جان من می باشند. از باری جانم می گذرم لیکن از باری آنها نه. این را هم به خانم گل رو بگو. بگویم به معلوماتت من ادوکات خودم می باشم. فهمیدی؟ این را خودم رفته به آنها می گویم. فقط ها روید میگویم. گوش کن آرام باش. عارف چرا ایستادی؟ هر چیزی که میگویم همان را کن. نادرست فرمان بدهی برادر. شخصی که در عملیات دوستی خود را کشته از تخته قبول نیست. نزدیک نشود. انا بینه برادر نکن. آرام باش. با زمین میریزم. چه؟ شما گپ را نمیفهمید؟ همه را بنزین میکنم. قسم میخورم که اینجا را بسوزانم. آتش میزنم. شنیده؟ همه را به خر بردم. کاری من به انسانهای دیگر چی؟ آیا انسانها بعد انجام عملیات با تو گپ میزنم. یگان کار نمی آید. بله بیاید کار این دیوانه را به انجام رسانیم. بیایدکر هیچ چیز را نفهمیدم. برای 2 قدم زدن باید 8 ساعت آماده شود.
مادر جان دادم اومدن. اقرب یک اقرب دو. اقرب دو گوش میکنم. گوش میکنم. اقرب یک گوش میکنم. مادامی که قیمتترین بنزین دنیا در ما باشد و من پول خوراک و شیر فرزندهایم را در بنزین صرف کنم، پس من این بنزین را میریزم برادر. این بنزین را من را خود میفهمم، احوال تو را خود میفهمم، اما التجا میکنم یا بس کن، تسلیم شو. بکی ماشینت را من خودم پر میکنم. چرا به هر طرف تیر میپرونه؟ ایستا نزدیک نشو. آرام باش. مرا فریب نکن. میفهمی؟ گوش نزدیک کن. نشو که همه را با بکی ماشینت را من خودم پر میکنم. میسوزانم. خواهش میکنم مقران. مایلش آرام باش. اقرب دو بشنوی. همه منتظر تو هستن. ما باید عملیات را آغاز کنیم. نباید عارف را منتظر شویم. اشتراک آن نمیشود. در وقتش عملیات را سر نکنند. نابود اقرب یک به نشان گرفتم. اقرب دو منتظر شد. اقرب یک مدیر را از آنجا دور کنید. سلاح آن آدم را به غضب میآورد. تا فرمان دیگرم در علاقه باش. نمیگویی خانم گلرو در کجا؟ در خانه حاضر می آید. او رو یاد کردی؟ نپرس، بسیار یاد کردم. تلویزیون رو روشن کن. ساله با تو امروز چی شد؟ یگان چیز نشده است خانم، عملیات است. روزنامه‌نگاران در آن جایند، شاید پخش مستقیم باشد. دخترم؟ دادا بینید ببینم با من چی خریدند. اوه بسیار زیبا بوده است. دادا بازی میکنیم؟ بله بیاید بازی میکنیم. خیر مایلش. گوش کنید. همه زیر نظارت است. سومن انا اکنون نوبت شما شد. آیا اینها ما هستیم؟ بله. این من، اینش شما، اینش باشد مادرم. انا اینش؟ بیبی جانت.